اگر کتابای فلسفه مردم مسلمان می ساخت، چه نیازی بود که پیغمبرها بیاین؟ آیا قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله افلاطون، سقراط، ارسطو یا نبودن؟ خیلی چرا پیغمبر گفت که ترکت فیکم، ما براتون دو چیز گذاشته، کتاب الله و سنت خدا. و نگفت که 70 چند گروه که میشه کی نجات پیدا میکنه؟ ما انا علیه و اصحابی. ببینید که ما چی کردیم و اصحابم کردیم. تو چرا کتاب پیغمبر رو نمیخوانی؟ چرا کتابی که رسول الله میخوان قرآن رو نمیخوانی؟ چرا احادیث رو نمیخوانی؟ چرا عمل کرده فهم صحابه پیغمبر رو نمیخوانی؟ که تو میخوای از طریق دیگه کتاب ها به عقیده توحید داخل شوی. از خاطر این مشکل اساسی هست که ما داریم تا حال نفهمیدیم که برای عقیده توحید از کدام کتاب استفاده کنیم. از برای خدا. هندو به خاطر هندویزم خود از گرنگ خود استفاده میکنن، نصرانی به خاطر عقیده تثلیث خود از بایبل خود استفاده میکنن، یهود به خاطر فهم عقیده خود از تورات تحریف شده استفاده میکنن. بگه هر چیز است، لکن مسلمان به خاطر عقیده توحید خود از قرآن استفاده نمیکنن. یعنی چرا خیلی ما از اون دو هم بدتر شدیم، از یهود هم بدتر شدیم، از نصارا هم بدتر شدیم. و از کتاب دین خود دین میگیره، ما قرآن قرار در سر دیوار ماندیم و عقیده خود از دیگر کتاب ها میگیریم. عقیده خود از او عالم کلام، از او فیلسوف، از او کسایی که ایوازی که عقیده را برای تو برسانه شک ایجاد میکنه در عقیده، ما برای میخوانیم. از برای خدا چه وقت این ملت چه وقت خواد بیدار شد، چه وقت ما خواد بیدار شد. چه خواد گفتیم در مقابل الله سبحانه و تعالی که ما عقیده خود از کجا گرفتیم؟ عقیده کتاب عقیده قرآن است. شارح قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم. لا اله الا الله محمد. چرا محمد رسول الله؟ به خاطری که معنای لا اله الا الله محمد خود تشریح میکنه که رسول الله است. از این خاطر علما میگن در عقیده دین توقیفی است. در چی توقف کنیم؟ در قرآن توقف کنیم. استاد شو قرآن بخواه، از قرآن پیش نرو، احادیث صحیحه را پیدا کن، سر از او توقف. از خود فلسفه زیاد نکن، در غیر از او هلاک میشی.